جا واسه من کربلاست که نرم. نوکری پدر مادرمو فقط بکنم. خانومه در رفت. کدو. ما از بچگی تا الان خیلی چیزا می‌خواستیم بشیم. خلبا می‌خواستیم بشیم. بیشتر علی آقا جواب میده، میزنه به پای من میگه تو صحبت نکن. من خودم داشتم عرق می‌کردم. روسریو گرفته بچه‌ش رفته بود زیر مانتو دختره. با هم دیگه دشوری داشته باشیم. تعارف داشته باشیم. چیتلر سوسا بیشم. آقا دوست داریم به کجا سفر کنید؟ شما که منم ایران گردیتون خیلی قویه، همه جا رفتین. کجا رو بیشتر دوست دارین؟ کجا برین؟ کجا سفر کنین؟ هنوز که جایی نرفت، ولی اولین جا واسه من کربلاست که نرفت. انشالله به سلامت. انشالله این کرونا بره، راه باز بشه، سال بعد ببین هممون. انشالله. غذای مورد علاقتون چیه؟ همه چیز. از آقا مهدی بپرسین. آقا حتی شما جواب میدید. جواب اون بر مشخصه. آقا مهدی. قرمه سبزی. مورد علاقه از چه غذایی براتون میاد؟ کدو. دقیقاً. کدو؟ شما ولی علی آقا کدو رو هم دوست دارید؟ من نه دوست ندارم منم. واقعا؟ همه چی گفته علی آقا؟ کدو غذا نیست، میوه است. سبزیجات. بچگی دوست داشتین چیکاره بشین؟ ما از بچگی تا الان خیلی چیزا می‌خواستیم بشیم. خلبا می‌خواستیم بشیم. شدیم این. ببخشید علی آقا هلیکوپتر سقوط کرد. خب اون موقع دیگه وزنم اینقدر نبود که. هواپیما کله میکرد، چون باید جلو میشستی دیگه. هواپیما همش اینجوری داشت میرفت، حالت جنگی. آقا من یه خورده درباره رشته ورزشیتون توضیح میدیم؟ همه رشته‌ها رو کار کردم ولی ادامه ندادم. اول به صورت کشتی حرفه‌ای؟ بوده، بعد بوکس بوده. بوکس به صورت حرفه‌ای. اونم بوکسرم به خاطر همون حفاظت شخصی رفتم. آها بله. علی آقا شما چه ورزشیو؟ من پاور کار کردم داداش. پاور کار کردیم. آره. اول برنامه پاور کار کردم. با بعد آدم شروع کرده بود، با وزنه نه. چون وزنه نبود تو باشگاه به اون وزن، مثلا یه دونه 8 کیلو به اینجا اکبر کمر اینو میگیره، کمر اونو میگیره علی. هم وزنم نبودن ها. بالا مهم نبود که بالا میکردی. آقا شغل رویاییتون چیه؟ من بگم آره فرق نمی‌کنه. شغل و رویای من که نوکری پدر مادرمو فقط بکنم، به یه جا برسم که پدر مادرم راضی باشن، هر چی میخواد باشه که بتونم اونا رو حمایت کنم. و سلام. حالا هر چی خواسته خدا باشه. آمدی شما؟ چیز خاصی مد نظرم نیست. آمدی هر جا احساس کردی من دارم دیگه زیاده اعصابتون خورد میشه فقط به من میگه. شما خیلی بیشتر مهربونی. علی آقا جواب میده، میزنه به پای من میگه تو صحبت نکن. آقا مهدی که همیشه کاراشو میندازه رو من دیگه. آقا سخت‌ترین کاری که تا حالا کردین چی بوده؟ با هم دیگه دشوری داشته باشیم، تعارف داشته باشیم. یه دشوری بودم، یه دشوری داشته باشیم گیر کنیم. از شوری بعدی دو واسه خنده نداشت. اینو برو شما بفهمید. من سوال هر چیزه. چون بعدیش سوالی بود که اصلا نپرس. خجالت آورترین کاری که انجام دادین چی بوده؟ دیروز از علی پرسیدیم، علی معلم، از آقا معلم پرسیدیم جواب نداد. گفتم خب ایراد نداره، اینجا نه بوش میاد نه صداش، گردن نگرفت. آقا تو کار نه کلا تو زندگی. حالا مثلا یه کاری شاید کرده باشین که به نظر خودتون جالب نبود توی جایی. جالب که اون آدم خجالت میشه یه حرکتی میکنه، مثلا دیدی مثلا وارد آسانسور میشی خانم میگه که سلام، مثلا بعد میگی سلام، بعد میبینی با هنسفری دستونه. آره مثلا من خودم خجالت آوردنی که وارد آسانسور شدم، مثلا یه خانم و بچه‌شون من دیدن ترسیده بودن، درم بسته شده بود، من خودم داشتم عرق می‌کردم، روسریو گرفته بچه‌ش رفته بود زیر مانتو دختره، بعد مادرش اینطوری گرفته بود، یادم منم مونده بودم، هی داشتم عرق می‌کردم، خجالت می‌کشیدم، گفتم خود در باز شه فقط من بیرون. چه شبی شدم. واقعا عالی. شما چی آمد؟ من یه روز بود اومدم سوار ماشین خودم بشم،
اشتباه ماشین یکی دیگر سوار شدم خانومه در رفت سمت شاگرد بود خجالت مردم. شما خجالت ماشینش هم بردی. اگه بخوایم با 4 تا آدم معروف توی یه شب با هم دیگه سر یه میز بشین و شام بخورین، اون 4 نفر کیا هستن؟ 100% خارجی باید باشن، چون تو همه فیلم‌ها بازیگرا رو که دیدین. حالا ایرانی خارجی به صورت هم باهاشون رفتیم. اونی که دوست داریم آدم معروف. 4 تا آدم من نمیتونم بیام، من چون امشب لایو دارم، من معذورم نمیام. من دوست دارم معروف ترین به پدر و مادرم بشینم، چون برای من معروف هم فقط همون است، چون همه رو من یکی میبینم. 2 نفر دیگه هم دعوت 2 نفر دیگه بهترین نام باشن، من میام، داداشام باشن، مثلا مسعود باشه و مهدی. من وقت نداشتم بخاطر سوسماس. آمد شما با 4 نفر آدم معروف. یکیش راکه واه. عشق من، واه اون یکی هم نوید محمدزاده است، نوید، اون یکی هم حامد تبریزی و هر نوکه علی آقا و آقا مهدی. فدای شما. من آخر سر چون من گفتم من 5 تا شدیم، من زیاد شد خیلی زیاد دیگه گفت نه 5 شدیم کم درگیری می‌خوریم. نشه. غذا کم می‌خوریم. آمدی من این سالا 6 تاش کنم منم بیام. منو کرد. آقا اهدافتون تو زندگی چیه؟ ببین من دوست دارم به اوج برسم، دوست دارم یعنی آدم معمولی اصلا دوست ندارم باشم. الان هم تو اوج اون اوج هستیم تو همه چی رفتم به اوج میرسم، تو سینما هم به اوج میرسم یه روز ان شاء الله. علی آقا شما چی؟ ما هم همینیم دیگه. هدفتون؟ هدف ما اینه که مردم راضی باشن، خدا بالا سرم راضی شه، مردم راضی باشن. کلا علی آقا میخواد مردم راضی باشه ازش. چون من واقعا میدونی چی میگم آقا مرتضی، آدم میگه که حالا من معروفیت و خیلی آدما هستن میگم ما معروفیم فلانی، شما واقعا محبوبم هستین ها. ببین من چون مردم رو آدم حساب میکنم، خدا که بالا سر ماست. خب این نیستش که آقا معروفیت هر کی بالاخره هر داستانی هست برای خودشونن، هر کی تو مقام خودشه. آدم باید که مردم دوستش داشته باشن، خدا بالا سر آدم راضی باشه. بله درسته. این بهتره. خیلی هم سوال کردن چجوری به این جایگاه شما میتونن برسن، حالا ورزش، محافظ بودن، بادیگارد بودن، تو سینما بودن. این معروفه میگن چیکار کرد، ما چیکار بکنیم که مثل شما باشیم؟ مردم دار باشن، با ادب باشن، همین به این جایگاه میرسن. عالی بود. شما اگه میتونستین گذشته‌تون رو تغییر بدین یا آینده‌تون رو ببینین، کدوم انتخاب می‌کردین؟ آینده رو ببینین، پیش بینی کنین، به گذشته رو ببینین عوض کنین؟ من اگه میخواستم دوست داشتم که گذشته‌مو عوض کنم، گذشته خودم. الان از جایی که هستی ناراضی مگه؟ نه الان خوبم. خب قبلا که چیزایی که ناراحت پیش اومده الان ببین فکر میکنم چقدر بچگونه بوده. یعنی اگه گذشتم بود همین مسیر رو میمدین؟ آره. همین جایی که الان هستی؟ مسیری که الان خیلی بهتره، راحت‌تر شده. راضیم ازش، خیلی خوبه برام. شما چه آمدی؟ هرچی به طی زمانه، هرچی تو زمان خودش اتفاق میفته. من دوست نداشتی نه گذشته رو تغییر بدین نه همون رواله. آقا یه موزیک بریم یه خورده از این حال هوا در بیاریم. آقا با اجازهتون یه موزیک قشنگ بریم. بله بله قشنگ باشه فقط. ممنون. شا قلب من باش تا که بفهمی
من باش تا که ببینی که چشمای تو چه کرده با بدرقه کردم تنهاییامو کسی شنیده شاید تو کجا منوی روی ماه تو کجا لبای بوسه تو کی بهتر از تو که بهترینی تو ماه زیبای روی زمینی تو قلب من باش تا که بفهمی چه دلبرانه به دل میشی حتی بدی ها بخشیدنی بود شرم تو چشمات سیدنی بود همه حواسه نمونده پیشم بکم از تو راضی نمیشم. مرسی آریابند، مرسی آریابند، مرسی آقا، تشکر میکنیم. خواسته بودم دیگه. آقا چند تا سوال شما میپرسین از بله بله. خسته که نشدیم مسابقه اینجا سوالیه دیگه نه؟ کلا سوال میپرسی. خدا رو خیانم راحت شد. نه حالا اگه میتونستین یه چیزی رو تو خودتون عوض کنین، یه چیزی رو تو خودتون عوض چی رو کنین، تغییر میدادین؟ چی رو تغییر میدادین؟ چه تو زندگی، چه تو مثلا من دوست دارم قیافم مثلا قشنگ‌تر بشه. شبیه مهداد به اضافه است چیه رفت اونور. ملاجم ملاجم بابا بود. تو از اون خوشگل‌تری اسم این آره دوستانو بابا. نیارین اصلا واقعا. نیارین آقا نیارین. دنیا رو چی بیاری عوض اشکال می‌کردی؟ نداره ولی خب تو خودمون آره مثلا می‌بینی اخلاق عوض کنی، تیپ عوض کنی، مثلا اندام عوض کنی، پول و فلان و هر چی که میخواد دلت انگیز. آقا همین شما آقا امینی داره از اینترنت سرچ میکنه. نه میگم این پدر مادر ما به ما فقط این نگفتن یاد ندادن. من دوست دارم اینو یاد بده که نگفتن من یاد میگرفتم. الان تو خیلی اوجا بودم، این سادگی رو مثلا میتونستم تغییر بدم که نمیشه. دل مهربون جنگشی اونا جاش، نه داری دیگه، میگم دل مهربون جنگشی اون داری. باید باشه. شما چی علی آقا؟ واقعا هم همین، من می‌خواستم همینو بگم که آقا همین گفتش. این نگفتن اگر یاد میگرفتیم خیلی خوب بود واسه. مثلا ساندویچ میورده میگه نه 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 دیگه ما سر نگفتن خیلی ضربه خوردیم. حالا دیگه رو در وایسی موندن و اون هم رو کاری که در نباید بکنن و دلشون نمیخواست انجام دادن سر رفاقت یا هر چیز دیگه ای. نه اینو میگم که خیلی یاد بگیرن پدر مادرها به بچه‌هاشون نگفتن یاد بدن، خیلی تاثیر داره. من اتفاقا حالا نه وجدانم نه میخنده، منو نگفتن رو یاد داده بودم بچه بودم، بعد هی بعضی من میپرسن دشوری داری؟ میگفتم نه. در صورتی که بود اینو باید آره گفتن رو یاد آره گفتن رو یاد نداده بودن. من نه رو دشوری داری؟ نه. خب الان دشوری داری؟ اگه دوست داشتین جای یه نفر باشین به جز خودتون اون چه کسیه؟ حالا هر کسی میتونه باشه توی دنیا. جای خودم دیگه. جای خودتون؟ شما آقا مهدی؟ دقیقاً جای خودتون. علی آقا تو سه اینجاست که میگه کلمه خودمو دوست دارم. سوسماس اینم سوسماس داشت. تو سه کلمه خودتون رو توصیف می‌کنی علی آقا. چند تا کلمه؟ سه کلمه. نوکر خدا و پدر مادر و مردم السلام. 14 تا شد ولی یه دست به افتخار شد. آقا مهدی بزرگوار شما چی؟ عاشق پدر مادرم. افتخار. خدا حفظشون کنه. آقا بهترین اتفاق هفته گذشتهتون چی بوده؟ ما همیشه بهترین اتفاقات داریم. هفته گذشته اتفاق خوب. که من خودم وسیله اون چیزی که مثلا برای مادرم میخوام ببرم خوشحال شده بود برام بهترین بود. آقا مهدی شما؟ یه کلیپ در مورد شهید بازی کردیم. همین همین که عالی. فعلا پخش نشده. آره دیگه انشالله پخش پیجتون میشه هم ان پیج درست شه ایشالله بذاریم. خیلی کلیپ خیلی پر محتوا خیلی شاءالله. آره میتره کنه. آقا شعارتون تو زندگی چیه؟ بگید همه پرسیده بودیم. بله. شعارتون تو زندگی بجز مربع آمریکا. بجو بجز مربع. آقا میخوان این پیج ما بپره. آقا این برنامه آمریکایی هی نگیم، ما میدونیم ما خودمون تو دهن آمریکا میزنیم، ترام برام همه رو یکی میکنه. شعار خاصی خوب بگیم یا نداری؟ بعد؟ فرق نمیکنه. شعار شما. از اون شعارا ندیه.
چه شوهرش شما واقعا. سوال بعدی. سوال بعدی. آقا من یه سوالی کردم این گزینه رو برای چی گذاشتی؟ من حذفش کنم. در موردش یه خورده ریستر بریم. کار کردن با حامد تبریزی واقعا قابل تحمله یا نه؟ سوال بعدی. آقا خیلی شد سوالات. آقا نه میگم اون مشخص بود چی میگه. علی آقا من ببخشید دوست دارم. دندوناتون چرا من خاک پاتم آقا. چون کارش واقعا هنریه، واقعا من عشق میکنم، حرفه‌ایه کارش. عزیز من قربون شما، خیلی مخلصم. علی آقا دندوناتون چرا اینطوری برق میزنه؟ خمیر دندانمون پرونه است. پیش خانم دکتر زهرا ازهر میرم. تبلیغات کرد. آقا اولین کارهای اینستاگرام، شما که خب تو فعال اینستاگرام بودی آقا مهدی، خب اولین کار واین یعنی کلیپ توریتون رو با محمد امین کریمپور شروع کردین، درسته؟ بله. نظرتون راجع به محمد یا میخواین صحبت کنین راجع بهشون؟ محمد بچه گلیه، موفقم هست، من دوستش دارم. الان هم توی کار سینمایی دیگه الان محمد ماشاءاللهش بشه، الان توی آره داره کارگردانی یه کار خفنی رو به عهده گرفته. اول با محمد شروع کردین و فیلم سینمایی هم باهاشون زدین؟ بله، سینمای سرکوف بود. سرکوف خیلی هم خفن بود. خدا قوت، خسته نباش. بفرمایید شما، سوالم دارم. یا 3 تا آرزو بکنید که میخواین برآورده بشه. آرزو بچه گونه آرزو رو که نمیگه. من میدونم چیه. کمک به مردم، خانواده، خدا. یه دیست داره. بعد حالا از آخرشم قضا بپرسیم که یه دونه آرزو میگه آرزوی علی کوچولو برآورده نشه. نه ولی خب برخلاف چیزی که مردم میبینن آقا مهدی علی آقا واقعا دل کوچیکی دارن، خیلی بخشنده و مهربونن، خیلی علی آقا یه چیز یه جمله داره میگه من فانی ام. واقعا آره همین چیزایی هم که میگم واقعا درسته. حالا چون من و مهدی باهاشون زندگی کردم. من سوال بپرسم از آقا مهدی، اولین باری که خندیدین کجا بود؟ با آقا مهدی تبریزی. نه دروغ میگه. تو راه اومده بودیم بالا، بعد اومدیم دوتایی کردیم، من اون کلاگیسمو گذاشتم اومدم بالا. چرا داره سیبیلا نمیذاره. یه خود گونمون چاق میشه. من اومدم در مورد علی آقا هم صحبت کردم، یادته آقا مهدی؟ بله. گفتم که برای چی لباس کاموایی پوشیدت وسط تابستون؟ خب خیالم راحت شد. اصلا همه باور میکنن. به خدا حالا بعدا میگم داستان چی بود. اوکی. تو لایوات هم میگه. علی آقا تازه که بهترین خاطره زندگیتون چی بوده؟ حالا نمیدونم که الان خاطره دیگه وجود نداره تو ذهنم. بهترین خاطره قبلا. الان که همه راضیان ازم. بدترینش چی بوده؟ بدترینی که رفیقایی که خوبی کردیم سر کار گشنش بود. رفیقایی که خوبی کردیم و زدن، بعد یه شخصایی هم بودن، بعد دیگه نهار بردنمون تو. خاطره قشنگ که توی زنگ آخر داره اینو مثلا خاطره بهت بگم به خدا. بفرما. ما از صبح ساعت 7 رفتیم سر کار، نگو کدوم کار. بعد دیگه رفتیم اونجا ساعت 12 شد. گفتم خب آقای فلانی ما غذا نمیخوریم. خداش یه ساعت دیگه میریم رستوران فلانجا غذا، رستوران فلانجا آشپزخونه نون پنیر خیار. نه بابا آقا علی آقا ماشاءالله هر کی تغذیه‌اش ماشاءالله خیلی بالاست. خدا سلامت کنه هر کی بود این شب. زنگ آخر رو ما یه دقیقه به یه دقیقه کات میکردیم. مثلا میگفت که تشنمه؟ بذار من بپرسم. آقا کلمن بیارید. گشنمه؟ غذا بیارید. تشنمه؟ خب خدا رو شکر من اینا رو میگفتم ولی خودم هیچی نمیدیدم. آقا بهترین غذایی که توی سریال زنگ آخر خوردی چی بود؟ همش نون پنیر خیار بود خوردیم دیگه. نه سال دلویه. سال دلویه هم سال دلویه هم سال دلویه رو یه بار دادی یادم رفته. نه یه روز آقا داشت نور میرفت، بعد نور داشت میرفت، بعد علی آقا هم حق با علی آقا بود، هر 20 دقیقه یه بار گشتش میشه. بعد دیگه خب بعد گفت آقا من گشتم اصلا بازی نمیکنم. گفتم علی آقا تو رو خود نور داره میره. گفت آقا من بازی نمیکنم، باید الان من غذا بخورم. دیگه بابای مدرسه رو ما فرستادیم، بنده خدا رفتن زحمت کشیدن یه 4 5 10 تا
10 تا که 15 تا فقط آقا علی آقا میل میکنن 15 تا بربری گرفت 15 تا علی آقا خوردن یا بربری هم که یه هفته تاریخش گذشته بود دندونم به خاطر همین رفتم تعمیرات. علی آقا روزی چند وعده غذاییتون؟ میخوریم دیگه 6 شب بعده میخور ولی پر. بیا اون فیلم رو کدوم فیلمه؟ فیلمی که فرستادی صحبتش شد. آقا علی آقا یه فیلم واسه ما فرستاد. خب ما یه 10 نفر یه جایی بودیم غذا داشتی خورد. ما دیگه ترکیدیم دیگه. تقریبا قابلمه این نمیشد دیاره. بعد تنهایی با یه قاشق. جای اون بفرمایید. ماشاءالله. آره قابلمه چیه رو بفرمایید. با یه دست وایس با کدوم دستش فیلم بعد ولش کن. ماشاءالله. آقا جون موزیک ما علی آقا برام باید بخونید. بابا به افتخار علی آقا. مرسی. ممنونم علی آقا. بچه‌ها Çiçeklere susamışam, çiçeklere susamışam. Yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Elə gələsin, elə getsin, elə gəlsin, elə getsin. Aramızda söz olmasın, aramızda söz olmasın. İstikanı qəz almışam, İslavərə söz almışam. Yarım gedib tək qalmışam. Mən دیگه تا اینجا برم. Yarım gedib tək qalmışam. Nə gözəldir yarım yarım, nə şirin. صدق الله علی و نظیم. مرسی چه صدای علی آقا خیلی ممنون. مرسی الان همه میرن داروخونه یه ژلوفن بخورن دیگه. نه آقا جون مرسی صدای ما که زیاد جالب نبود. گروه آریابند آریابندم که یه ترکوندن. آره ماشاءالله اونا واقعا زحمت افتاده گردنشون. تشکر میکنم از آقا گروه اگه موزیک. زمانو به عقب برگردونید دوست داشتی با کی بیشتر وقت میگذروندی؟ من وقت ندارم من نه بجز من. نوجوانی من بگم؟ بچگی بفرمایید. من دوست داشتم که نه صحبت کنین صدا بفهم. دوست داشتم که با خودم مسعود داداشم با مهدی مثلا رفیقام که اینا باشم بیشتر با اینا بیشتر با هم آره آره می‌زنونده. اگه اون موقع با اینا آشنا مثلا بودیم بهتر کارامون جلوتر میرفت. رفیقای بیریای منن. چند ساله با هم رفیقین الان؟ ما خیلی وقت همدیگه رو میشناسیم ولی الان 2 سال 3 ساله که کلا با دیگه با همین رفیقی هستی که همیشه تو فکر منه، تو فکر درآمد منه، خوبی منه. هم آقا مهدی هم آقا مسعود خیلی کارا برای من میکنن، خیلی تو فکر منه. آقا مهدی همیشه انقدر ساکته؟ نه داره جواب میده علی آقا. هم یکی من و مهدی یکیم. خب بیرون مثلا خب خب فیلم خارجی لورر هاردی هست با نه اکثرا واقعا جدا آقا مهدی رو تنها میبینن، آمار علی آقا رو ازشون میگیرن. علی آقا رو تنها میبینن، آمار آقا مهدی رو، چون همیشه با همن. تنها بودنشون واسه مردم جای سوال داره. آقا شما چی اگه به عقب برمیگشتین دوست داشتی با کی بیشتر وقت میگذروندی؟ دیگه حرفامون با هم همینه دیگه. یکیه دیگه واقعا یه دلید. یه دلی. اگه میتونستی ذهن یک نفر رو بخونی ذهن کیو میخوندی؟ دشمنامون یه نفر. یه نه حامد تبریزی. چرا؟ ما رو کرد دشمن. میخوام ببینم تو فکر چیا میگذره دیگه. شام میده، نهار میده، چی میده؟ بالاخره ما رو میبره یا نمیبره؟ آقا فردا نهار پسر خاله بیا تبلیغات یه لوکیشنی هم کردیم. فردا نهار بهترین رستوران میبرمتون. شما فقط افتخار باید گوجه بدید. خیار. همیشه میگی همیشه این حرفو میزنی ولی خب گوجه خیارم با شما خوردن لذت خاصی داره. ولی خب لذت نداره من با شما بخورم. برای تاریخ روز باشه. آره اگه نو باشه. آره نو باشه.